شهروندان عزیز نخواه که من الحمدلله فرزند مسلمان هستم، خانه کعبه را چند بار زیارت کردم، نخواه که من برای بدبختی ملت خود باشم. نیست همین چیزی که حال من همین خدایی و صدقه میگیم در یگان آیت قرآن نیست، در یگان حدیث های پیغمبر نیست، در یگان گفته های صحابه نیست، مخصوصا در مذهب حنفی ما که شما هست یگان چی نیست. این بدین و شریعت یگان نزدیکی نداره. خیزد یگان دانشمند باشد دیگر اثبات کنه که در کدام حدیث است، در کدام آیت است. این چیزهای بافته و وی که بسری مردم بار کردیم، مردم قشاق کرده، انم خیلی رفته ایستادیم. 4 تا صاحبکار و منصبدار میتونن، لیکن مردم از کجا در یک سال 2 معرکه بزرگ قرض کرده میکنه؟ از کجا؟ بعد هم خانه ها را میبینیم چی است، زندگی را میبینیم، فرزندا در قد کوچه، شرایط زندگی خاندان را میبینیم چی است. از کجا آباد میشه؟ از کجا فرزندش خانوند تربیه کردنش کار، خاندار کردنش کار؟ میبخشید در یک حاله یک مصیبت میشه در یک سال 2 معرکه بزرگ گذراندن در کار باید گاه کشه. کی در کاره؟ با کی؟ در کجا گفتگی است؟ او کودکای وای چی عذاب میتیم وای گذشته. هر یک انسان نیکی میکند، خیر میکند، صدقه میکند، کار یک اعمال نیک میکند در زندگیش کند. نمیشه سطح زندگی خوب. اینه 2 سال از قانون ما اوگوست قبول میکنیم، 2 سال پس میبینید سطح زندگی همون عائله های کمبیزات چقدر خوب میشه. نیست همین چیزا. در یگان دولت اسلامی نمیکنن، همین کارهای ما میکنیم نمیکنن. یک راهی آباد کردن من صد بهتر کردن سطح زندگی عائله همین است، شهروندان همین است. من خادمات دانشمندان اهل علما دیگر ها هستند، اونایی که اهل عرفان هستند، همه خواندیم ما همین خیلی کرکرانه باید نکردیم. افسوس که داملای ما در جاها مردم حقیقت را نمیفهمونیم. قرآن از یاد میداند، تحصیل کرده معنیش نمیفهمد. آیت میخواند خاری از یاد کردگی معنیش صرفم نمیرود. چی گفته است؟ چی معنی دارد؟ درست نیست. میکردیم یکان جای از آن جمله ما دیگر وقتی اقبال کردیم مقصد مذهبی ما شما در خانه میت حتی 6 تن ممنوع است. میگوید در مذهب چاروار زهر کردن از خانه میت تماما منع کردگی است که چاروار چیزی است با فرزندان تقسیم کنید. در یگان آیت، در یگان حدیث، در یگان گفته های صحابه نیست. یگان چی که انا ایشا کنین، انا خاکبای کنین، انا نیست. یگان چی نیست. یک راه بهتر کردن جوانا، مخصوصا شما برای جوانا کنیم. چرا برای دیگران؟ برای جوانا کنیم. برای چی موبایل میکنیم؟ دیگه توقع کوسه و دیگرش همه خراجات میکنیم که آیت زندگیشون وای شود. من اشاره کردم چقدر عائله های جوان برهم میخورد چون که با زندگی مستقلانه آماده نکردیم. در حیات مستقلانه شون کمک نمیرسانیم. فکر کردیم که شاور دادیم تمام، یا که عائله دار کردیم دیگر زندگی همین مثل آبی دایره رفت. نه، خودمون اثر گذاریم که زندگیشون کمک کردن ما. همون معرکه زیاد میکنیم، فایران میکنیم. کیه پگاه من هم جنگ جایله عائلوی میشه؟ کدامش میبینید که بیا بچم خیلی نکن، صبر تحمل کن، زندگی خوب میشه؟ کدامش میبینید؟ هیچ کس نمیبینید کو؟ کی رحمت میگه؟ کی را قهرمان میدین؟ این غیر این کار دیگر چیزی دیگر نیست. خیلی اقربا، یار و دوستا، فرزندا دیگر یکی برای فرزندا پیش است، اما اهل عائله زندگی برای خودتون کنید، سلامتیتون را گم نکنید. یک عائله قرضدار میشه، 2 معرکه میگذراند، فرزندش نگاه کنیدتون در زندگی وای نمیکنیم، غمی مرده را میخوریم، غمی زنده را نه، غمی مرده را میخوریم. بچه کلان شده زن دادن نمیتوند چون که سری سال گرفتنش نکار، 14 تغییر دیدنش نکار. دختر کلان شده عائله دار کردن نمیتوند چون که زورش نمیرسد، مجبور میشه قرض گرفت. چی میشه؟ انا همین قدر عمرش برباد تمام. چی از زندگی چی برام میبیند؟ هیچی. خدای تعالی فرموده است بنده را حس کردم نه بر روزی سختی. این روزی سختی است یا ای که خط دستور تمام جهانی اسلام گشتم این چیز نیست؟ نمیدانم. ما
و فریاد نکنی بزکشی بودی بچه وای کرده است وای کن ایشا کن نیست همین چیز نیست طبیبایی که بعضا میکنه تون پدر و مادرها هست کسالخانه ها در از تکنولوژی نو برآمدگی لازر خطی یگان چیز کودک تأثیری بد نمیبینه زیان نمیرسه سلامتیش این هم خراجات مایلش آیلش بسیار وای داره در بیسکاز اموخش ماما و بابی و اپا و خواه که و خواه شید یک وای تکن از شرط نیست خراجاتی بیوده کنید ما ایده از توی فرق کرده مونده که اینها میکنیم اید دیگر است توی دیگر است توی میکنیم خیلی آیله جان رقص بازی و دیگر وای میکنیم ما اید مونم اید توی است توی مونم وای است میکنیم وای میکنیم اینشا خودنمایی میکنیم نیمش اسرائیل میشود آیله ده زیان نهره آیله میتواند این کاره بعد همسایه اونایی که آیله های کمبیزات است ما با اونا ضربه بیرون جانکا میزنیم با چی را؟ آدمی که دارد بکند در سخان کلان همسایه را فیران بینین بینین من چخیل انا همین چیزی سیاسی میتین آبرو این آبرو نیست این صرفکاری است همسایه که ندارد وی نان نمیخورد وی زهر میخورد شر میکند وی آی سرد میکشد از جهاز روحی عذاب میکشد با کسلی گرفتار میشود که بین خدای نداده است مرا نه من ندارم یگان راهبر برای بدبختی ملتش یگان چیزی نادرست هدایت نمیکند دانشجوی بخش دومی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان میباشد. ارسان نازیمان بود جلو از کدام دیه میشوی؟ از دهه زرنسار زرنسار هستی در کجا؟ جماعتی به من مسایق رهیم این دانشگاه است تو همون دخترکی که اول برآمد که حقوق شناس میشوند کنی نازیمان بیا رحمت من این ساعتی نزد پرزیدنت همینجا گذاشتن که جناب بیاری وای کن از دوشنبه آوردگی ساعتی 7:50 همین دخترک در اینجا نزد روبری دولت در حضور قریب 3000 نفر ساکنان ناحیه برجام سخنرانی بینویت محتوا کردند 7:50 من اینجا نگاه کردم همین ساعت با اجازه شما توفیق میکنم در همین ساعت مونه اخراباگه هر روز پیشش به یاد بیارد و خواند سالی رسد که همین دختره که ما یک دانشمند ساحه حقوق بین المللی گردد پای 2 سال این 20 انشاءات بنیاد کرده شود با یک گوشه دوردست کوهستان مملکت آباد میگردد این صدها جای کاری میشه من بعد این بازگشت نقشه 4 میلیون میکنیم اون کمبودی نارسایی که هست در نایه با حتما من کمک میکنم من هیچ فراموش نکردم خب هم تیاریتون بینید شما هم کار کنید زحمت کشید وقتی که راهی کنگور بلجوان خوالین به استفاده داده می شود نصیب باشد به استفاده دیشه این بالای ماسته که ولی همه از آب که میخصاب این بالای ماسته باید یک معرکه خوب به نزد دیگر هم میکنیم بار دیگر پیشنهادگیری صمیمیتان یک جهان تشکر و منتداری خود را بیان میکنم و شما خدا که هرچی آرزوی آمالی که در دل و نیت و قلبتان است همانا نصیبتان گرداند سلامت باشید خوشبخت باشید آباد باشید مکتبا ما کار میکنیم مکتبا نویره چی پرابلم دارن چند قدر وای چیز است تعمیر و ترمیم مکتباشون بین
با کامپیوتر تامین کردن، اسباب و انجام خانش تامین کردن، بدگیش تعمیر درجه بلند کنیم، با اسباب و انجام خانش تامین کنیم، از کجای دکی نیست بنیاد کردن در کار. خامه؟ نوعه ناتاسی است. پرابلما نیست بدونید دستای موری ما همه طرفا دستگیری میکنیم. درباره بنیاد کردن ورزشگاه و دیگر ما یک مینی چیزهای وای کردن میگیریم. راه ده حاضر من اشاره کردم که قریب 100 میلیون خراجات میکنیم راه رو میسازیم. با همین قدر مبلغ دیگر ده از بالجا تا سر خسار میره. بعضا این خوابگاه های برای کالج و آموزشگاه کسبی تکنیکی بنیاد کرده است. با انشاءات های دیگر داریم. کمتر مرکز نوعه را آباد کنیم این چیزها هم میشن. در هر مرکز نوعه این چیزها هستن. قصر فرهنگی ساخته ایستادیم برای جوانان، یعنی برای جوانان، برای کی است؟ من آموخته میبرم، کوشش میکنم، من فراموش نمیکنم. شما هم غیرت کنین. آینده سایلکارا خط یگان کارخانه خشت براری کنین. سنگ ریگ در همینجا معده کرده خشت باشد، مردم آهسته آهسته خانه خودشون خانه نصب بسازن، آخه با فرزنداشون میراث مونن. از لای دیوالی برآمدن در کار. چند قدر نیمی عمری مردم تاجیک در کوهستان در همون درون لای گم میشه. نیمی عمرش. بعد میشود دیات آباد. من همین قانون درباره تنظیم رسم و اینا رو من برای بهتر شدن سطح صفت زندگی مردم